این زن ظرفاشو به جای آب با شم میشوره، چون اون جایی زندگی میکنه که هیچ آبی وجود نداره. این مرد $50 پرداخت میکنه تا فقط بتونه چند قطره آب از پمپ آب بنوشه و کسایی که حتی این پولو ندارن مجبورن برای زنده موندن هر روز الکل بخورن. این خانواده هر روز یه غذای بدمزه رو میخورن، حتی با اینکه اونا یه مزرعه بزرگ دارن، اما بدون آب مزرعه داشتن هیچ فایده‌ای براشون نداره. هر روز مرد با پسرش کیلومترها سفر میکنه تا الکل به روستاهای دیگه ببره و ازشون پول بگیره. مرد از مسئول انتقال آب میخواد یه لوله آب به مزرعه‌اش بکشه تا بتونه کشاورزی کنه، اما مسئول یه مبلغ هنگفت برای انجام این کار درخواست میکنه که مرد توانایی پرداخت همچین پولیو نداره و حتی اوضاع بدتر هم میشه وقتی که توی راه برگشت به روستا ناگهان پای گوسفند پیچ میخوره و پاش به بدترین شکل ممکن میشکنه. مردم که میبینه چاره‌ای نداره اسلحه‌شو برمیداره و